اروپا در سالهای اخیر همکاری اقتصادیش را با کشورهای مرکزی در سطح شریکی استراتژی آغاز کرد. میشد بگید که تا این جای کار شما تا کجا موفق بودید؟ آیا به سطح شریکی استراتژی رسیدید و آیا میرسید؟ Siamo molto soddisfatti e io sono subentrata quest'anno. البته از نتیجه های گسترده نمودن همکاری ها خیلی خرسند هستیم. طوری گفتم من تنها از آغاز امسال به این هیئت شامل شدم. البته در مورد 11 ملاقات قبلی و سازشنامه هایی که به امضا رسیدند همه آنها را مطالعه نمودم. با همه 5 کشور آسیای مرکزی تمرکز اساسی به تامین حاکمیت قانون، دموکراتی کردن، اینچنین به اصلاح بنیاد یک پول که توسط این پول ما بتوانیم به انگیزه دهنده های اساسی رعایت حاکمیت قانون و رعایت حقوق انسان بسیارتر توجه میکنیم. در این سمت ما کارها را وسعت میبخشیم. ماه ایول سال جاری سازشنامه درباره شریکی استراتژی به امضا رسید. البته همکاری اقتصادی با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی وسیع‌تر خواهد شد. ما با این کشورها مناسبات خیلی قوی داریم. البته در بابت تاریخ بسیار هزار ساله منطقه از جمله کشور شما ما تاثیرات زیادی حاصل کردیم. امکان داشتیم که به آثارخانه ملی برویم و با تمدن غنی و تاریخ با شهامت مردم تاجیک شناسایی پیدا کردیم. معلوم است که هیچ گونه همکاری بدون مشکلات نیست. از نظر شما چه مشکلات عمده در راه همکاری بسیار خوب شما و کشورهای آسیای مرکزی موجود است و آیا قدرت‌های صاحب نفوذ مثل چین و روسیه که در اینجا در همه گونه باشه حضور دارند به شما مانع‌گذاری نمی‌کنند؟ مناسبت میان روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی در سطحی است که تا حال این دو کشور برای همه جمهوری‌های آسیای مرکزی شریکان اساسی به حساب می‌روند. من نمی‌توانم بگویم که آیا آنها می‌توانند به شریکی ما خلل رسانند. در این باره ما معلومات کافی نداریم. آنچه را که ما مشاهده میکنیم این است که ممالک آسیای مرکزی دیدگاه‌های بی‌طرفانه دارند، خصوصا اگر اختلاف‌های در زمینه رعایت حقوق بشر باشد. ما در جریانیم که در کشور شما اصلاحات قانونگذاری راه اندازی شده است، از جمله در مورد خشونت خانوادگی، احترام بیشتر به حقوق انسان و عهده‌داری‌هایی که ما داریم. مشاهده‌هایی که ما داریم بیانگر آن است که کشور در سمت درست حرکت کرده ایستاده است. دیدارهایی که ما داشتیم با نمایندگان حکومت تاجیکستان و کمیته‌های بین پارلمانی نشان دهنده پرقوت نمودن همکاری میباشد و در این جهت جانب تاجیکستان اصلاحات مشخصی را میگذراند. برای ما باعث خوشنودی است که شاهد این گونه وسیع‌تر گشتن همکاری میباشیم. شما در لابلای صحبت‌هایتان به مسائل حقوق بشری بسیار اشاره کردید. آیا در فصل نوی همکاری‌های شما مسائل اقتصادی اولویت پیدا میکنند و مسائل حقوق بشری با مهمیت دوم میگذارند یا چطور است این همکاری نوتان؟ اولویت اساسی تامین کردن اینکه اصلاحات قانونگذاری به آخر رسانده شود. ما می‌دانیم که حکومت تاجیکستان در جریان این قرار دارد تکمیل قانونگذاری، قبول سندهای نوی همکاری رفته ایستاده است و ما کفالت این را گرفتیم که این تلاشات دوام خواهند یافت و اصلاحات به اتمام می‌رسد. البته در بابت حفظ شدن حقوق قربانیان خشونت خانوادگی، اشخاصی که با نابرابری‌های گندری روبرو می‌شوند و اینچنین اشخاصی که در محبس‌ها هستند، تمرکز اساسی به آن است که عهده‌داری‌های کشور نسبت به برنامه‌های معارف تعلیم اجرا شوند. بیشتر نمودن امکانات برای دانش آموزان در داخل کشور، حتی نه تنها دانش آموزان بلکه جوانانی که می‌خواهند به این یا آن دولت رفته کار کنند. آنها پیش از این باید با امکانات آموزشی فرا گرفته شوند و کسب‌های نو آموزند، زیرا ما باور داریم توسط سرمایه‌گذاری به معارف و علم می توانیم به هدف اساسی رسیم. یعنی شما گفتنید که اتحاد اروپا در هیچ صورت برای منافع اقتصادیش از مسائل حقوق بشری، از مسائل ارزش‌های دموکراتی چشم پوشی نمی‌کند. همینطور؟ نه. Assolutamente no, infatti نه، این رخ نمی‌دهد. شریکی وسیع و سازشنامه در این جهت وابستگی دارد به همان رعایت و حفظ حقوق انسان که توسط کفالت‌های مشخص پیشنهاد می‌گردد. وقتی حاکمیت قانون تامین شود، زیرا این برای ما یکی از شرط‌های قبلی میباشد برای پیشرفت من بعد. هدف اساسی ما این نیست و نمی‌خواهیم که به هیچ وجه سختگیری وجود داشته باشد.
ما باید مکالمه را دوام دهیم. اما دموکراسی چیزی است که برای همه کشورهایی که میخواهند رشد یابند زمینه اساسی است. البته با احترام به حقوق بین الملل و آیین‌نامه سازمان ملل متحد. همکاری ما در این بخش باز تقویت می‌یابد. خرسندی بخش آن است که حکومت تاجیکستان نشان داده ایستاده است که پیشرفت‌ها وجود دارند و پیشنهادات ما گوش می‌دهند. برای رسیدن به این هدف‌های مشترک باید کار کنیم و مطمئن شویم که دوستی ما دوامدار باشد.